بلوچستان ولایت مختار کوهستان بدخشان پرویز عارفزاده روز 2 فوریه در یک گزارش 9 دقیقگی در تلویزیون بدخشان اعلام کرد که در پی شکایت سردار اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف به ضد محمد باقروف یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان بر اساس چند بند کودکس جنایتی با اتهامات چون استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت، تحقیر نماینده حاکمیت و ایران کردن دخل ناپذیری مردم، برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایتی آغاز کردند. عارفزاده گفت حادثه روز 29 ژانویه امسال روی داده است، ولی محمد باقروف از دعوت مقامات تفتیشات سرکشی کرده برای بازپرسی حاضر نشد. لطفالله نوروزوف روز 31 ژانویه در یک مراجعه ویدیویی که نیز در تلویزیون بدخشان نشر شد گفت که گویا محمد باقروف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت او را در منزل زیستش لطوکوب و تحقیر کرد، مجبور کرده است که آنجا را ترک کند. من مجبور شدم که از بنو از محله خوروغ بالا برآمده روم، گفته بود او. محمد باقروف در صحبت با رادیوی آزادی این ادعای سردار اداره معارف را رد کرد و گفت با او تنها یک صحبت پدرانه انجام داد ولی معلم را نزده است. مقامات بدخشان میگویند حادثه را ویدیو کامرای نظارتی در بنای اداره معارف نصب شده ثبت کرده است. بنای ریاست معارف ولایت بدخشان در محله برخوروغ جایگیر شده است. محمد باقروف نیز در همین محله به سر میبرد و برخوروغ را یک منطقه اساسی تحت نفوذ این رهبر غیر رسمی بدخشان میشمارند. در نوار تلویزیونی بدخشان لحظه لطوکوب شدن یک نفر از طرف مرد نمایش داده شد ولی تصدیق درستی آن از منابع مستقل غیر امکان است. لطفالله نوروزوف سردار اداره معارف بدخشان ادعا دارد که این همان حالت لطوکوب است. محمد باقروف روز 1 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی ادعای لطفالله نوروزوف را رد کرده و گفت من او را نزدم، با وی یک صحبت پدرانه کردم، محلگرایی هم نبود، معلم باید دروغ نگوید، وی در نوار دروغ میگوید، مرا بدنام کرد، گویا من تروریست هستم. نه، من آموزگاران را احترام میکنم. اما بنا به نقل لطفالله نوروزوف شب 29 ژانویه ساعت 8 بیگاه به جای خواب من واقع در قبت 4 بنای ریاست معارف در شهر خوروغ سرکرده گروه متشکل جنایتی محله خوروغ بالای شهر خوروغ محمد باقروف در حالت مستی زده در اومده از من پرسید که از کجا میشوی؟ در پاسخ گفتم من تاجیکم، زاده نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان. بعد او به من در افتاد، به تمام مقدسات من، مادرم، زن و فرزند، اولاد و نسبت مردم ونج دشنام و حقارت ها کرده مرا مورد لطوکوب و شکنجه قرار داد. بنای ریاست معارف ولایت بدخشان در محله برخوروغ جایگیر شده است. محمد باقروف نیز در همین محله به سر میبرد و برخوروغ را یک منطقه اساسی تحت نفوذ این رهبر غیر رسمی بدخشان میشمارند. ولی محمد باقروف ادعای رئیس معارف ولایت را رد کرده در صحبت کوتاه تلفنی با آزیا پلوس گفت تنها در آغاز زمانی که نوروزوف نفس سردار معارف ولایت تعیین شده بود و در تلویزیون در سخنرانیش مرا تروریست نام برد، رفته با او واخورده و او را خوش آمدید کردم و گفتم که به این کارها امرا نشو. من به خدا رئیس معارف ولایت را لطوکوب نکردم. این کی بود است که من لطوکوب کرده باشم؟ نه، به خدا قسم، دروغ است، این تهمت است. من او را دیگر با چشمانم ندیدم و خبر ندارم. این همه تهمت است، سفسطه است. حاضر همه از بالای من قصه میبافند و تهمت میکنند. وی ونجی است، ونجی ها برادر منند، من بروی ونجی ها هیچگاه دست نمیبردارم، افزوده است محمد باقر. اما نوروزوف در مراجعه ویدیویش میگوید از بس که در شهر خوروغ قانون جنگل حکم فرماست، او حالا طرفدار پیشنهاد از بدخشان جدا کردن و به کولاب یا غرم امرا کردن نویه ونج و درواز شده است. قبلا این پیشنهاد از زبان 2 وکیل از این 2 نویه واقع در غرب بدخشان صدا داده بود. محمد باقروف یکی از پرنفوذترین لیدرهای غیر رسمی این ولایت به شمار می رود. او در محله برخوروغ زندگی می کند و گروه های اساسی طرفدارانش نیز در همین جاست. هنوز تا حادثه های اخیر روز 14 اکتبر سال 2021 محمد باقروف در یکی از پاسگاه های شهر خوروغ بازداشت شده بود ولی طرفدارانش به آنجا رسیده او را خلاص کردند.